السلام علیکم برادرای ما. سوزاکین برادرها خوبکین تنجاکین هم مکسس صحت و سلامتین. خداوند مهربان برادرای ما همه وقت صحت و سربلند باشین و خداوند مهربان برادرها کدام نفری که من میبینم تماشا میکنه لایک میمونه کامنتاری میمونه برادرها این نفرانه که دیسریتیل دستگیری میکنین فقط پیشروی تاجیکو را میخواین و مقصد آدمونه که من میبینن نمیبینن خلاص خداوند تمام تاجیک‌ها و تمام آرزو و هوساشون نیتاشون مقصداشون برسن. برادرای ما حیران میشم شاید که چی به من خیلی گفتستم برادرای من انا سبب مقصدی که من میگم تون بعد گوش کنین. شاید در بین همین جوانمردای تاجیک هست آدمی که هست نفری که برای آباد کردن برای آباد و زیبا نمودن وطن عزیزمون یعنی که تاجیکستان عزیزمون به رحمانه خیلی بگم از حد زیاد تلاش کشیده و مقصد وطن خمونه وطن تاجیکستانمونه همو خیلی آدما آباد کردستین و میخوان که آباد شود تاجیکستان عزیزمون. و برادرای ما میگذاریم سر موضوع اساسی و میگذاریم سر گپ و چپه که چخیلی که ادوی نظمیان ویدیو دیدن. برادرای ما کدام نفره که ناحیه رودکی را در شهر دوشنبه برادران میدونه خوب و برادران من چی گفتنیم در ناحیه رودکی یکی از بهترین دهه‌های است که نامش برادران شهرستان است. اول برادرای من این شهرستان دیگه چی نام داشت کدام نفره که مقصد میدونه میشناسه اول این سلخوز تکنیکا بود بعداً استخانوف شد و هازی باشه شهرستان. برادرای من هازی همین نام دو نام همین ده دو نام داره استخانوف و شهرستان همه میدونم بشناسه. و برادرای من چی گفتنیم این دهه یکی از بهترین دهه‌های است که در ناحیه رودکی ما دیدگیم و من میگم در تمام جا میگم که دهه شهرستان یکی از بهترین دهه‌های است که در ناحیه رودکی قرار داره. زیاده از 10 یا اینکه 15 نمود مغازه خوراکواری 4-5 نمود سرپس پرینگمخر سرتراشخانه و 2-3 نمود اوستا برادرها اوستای تعمیر پایافزا اوستای تعمیر ماشین اوستای تعمیر استرال ماشین خلدلنیک. برادرای ما کدام نفره که در همه دهه زندگی میکنه این همشون فخر میکنن که چنین دهه دارن برای که همشون یک گپه هستن همشون در اطاعت یک نفر هستن مقصد همون کلانترشون چیزی که گوه سرپیچی نمیکنن برای همه وطنشون دههشون آباد زیبا شدگی بالنیسه داره جای چند نمود جای گوشت فروشی داره قصابخانه داره مکتب‌های بهترین داره سوپر مکتب داره. و برادرای من خلاص برادر جانات دهه شهرستان یکی از بهترین دهه‌های است که ما در ناحیه رودکی دیدگیم که ما فخر میکنم که چنین جوانمردای هست که برای دهه خودش سوم خودش دریغ نمیداره و برای آباد کردن دهه خودش سوم رسخال میکنه. برادرها حاضر باشه برادرای من همشون یک گپ شدگن این میخواد از سرشوی شاهراه دوشنبه وحدت از سرشوی راه دوشنبه وحدت برادرها هنگامی که همون دهه را تا میخنم همونجا خیلی پروژکت به زبان ادبی نمیدونم چی میشه و خودتون برادرها فهمیدین مقصد چیه روشنو دهنده برادرها هنگام شب خودتون فهمیدین همه میخوام که ادبی گپ زنم چیست برای اون که ادبی یکی از بهترین لفظ شیرین تاجیکی میباشد که باید که ما ادبی گپ زدن رو یاد گیریم نه اینکه لهجوی کوچگی رو همه وقت باید که به لفظ ادبی سخن کنیم. و بعدا برادرها از شهرهای دوشنبه وحدت خیلی که ایده دوشنبه وحدت هنگام دهه تاب خوردن اونجا پروژکتورها هنگامی بعد نماز شام اونجا روشنایی میدهد تا سحر برادرها ای همه شهرهای دوشنبه وحدت سر کردگی تا آخری دهه را. برادرای من حاضر باشه فقط پروژکتور روشنو دهنده چسبان نسیانه بعدا باشه راه آبان میکنن و توربه میگذنونن میبینن که جایی که مقصد توربهش بزه باشه او مقصد آبادی کدیسکی هم برادرها. برای همه برادرها کدام نفره که خواه دیگه جو هستن فرق نداره جایی که تاجیکستان هستن و مثل همین دهش یعنی که شهرستان یعنی که استخانوف و مثل همین دهه همتون یک گپه شوید. برادرای من خیلی که من گفتم و میگم که باید که هر یکی ما دولت خمونه دهه خمونه و مثل انا همین دهه آباد زیبا کنیم برادرها. هر کسی که برای سرزمین خودش کوشش و زحمت میکنه او بهترین آدمه و بهترین انسانه برادرها. حرکت کنین که برای دهه خودتون برای جای زیست خودتون هیچ وقت سوم خودتون دریغ ندارین. شاید که گفته نمیشه بعد چند یک آدم بگونه یک دهه بگونه وقتی که دهه شما یگان مهمان میگین یگان نفری بگونه وقتی که بیاید بگو که همین دهه نسم هم دل آباد زیبا بوده.
عباد زیبا بوده است. برادرای من چی گفتنیم حرکت کنین دهه خیتونه و مثل همین دهه‌ای که میگم نویه رودکی، دهه شهرستان سخن و سلخوز تکنیکا این همش یک دهه برادرها و مثل همین دهه عباد زیبا کنین برادرها که زیاده چخله که گفتم زیاده 15 نمود مغازه خوراکباری داره، تمامی چی داره برادرها، بالنیتسه داره، اپتک چند نمود اپتک دارن. مردم همین دهه بگیم شهر نمیرن خرید کنی، از داخل همون قشلاق از داخل همون دهه چیاشون هم میگیرن، محصولاتایی که در کار گوشت تمامی چیز قصاب دارن، چند نمود استای ریمون دارن، ماشین جمعشویی خلدنی استای ماشینی که داریم برادرها که حرکت می‌داریم، استای ماشین تمامی چی هست برادرها، مچتی نمازخونی همه چی هست. این دهه یگان چی دیگه تنقیسی نمیکشه و انشاءالله در این دهه آدماش نزدیکاش پلنای بهترین دارن و شاید که در آینده بعد 2 سال یا 3 سال این دهه یک ای بهترین دهه‌های شبکه در ناحیه رودکی نامبرداری ناحیه رودکی شود. برادرای من با کس اولا خانواد باشین، خداوند مهربان همه نگهبان باشه. کدام نفره که لایک میمونه، کدام نفره که کامنتر خوب میکنه، ادوشی رحمت. کدام نفره که فکر من خطا میفهمه و گپای بزه میگه، شما دم رحمت کلام، برای که آدمی میفهمیدگی میفهمه، آدمی نمیفهمیدگی نمیفهمه. با کس اولا خانواد باشین، خداوند نگهبانتون برادرها. الله چه خیلی که میگم و تمام آرزوهاتون و تمام مقصداتون برسونه.